همین وقت مادر و برادران عیسی نزدش آمدند، اما از سبب توده آدمان به او نزدیک شدن نتوانستند. به عیسی خبر دادند: مادر و برادرانت در بیرون ایستادند و تو را دیدن می‌خواهند. او جواب داد: مادر و برادران من آنهایی هستند که کلام خدا را میشنوند و آن را اجرا میکنند. روز عیسی با شاگردانش به قایق سوار شده به آنها گفت: بیایید به طرف دیگری بحر میگذریم. آنها روان شدند و در راه عیسی را خواب برد. به ناگاه در بحر طوفانی چنان سختی برخاست که قایق از آب پر شد و آنها در خطر ماندند. شاگردان عیسی را بیدار کرده گفتند: استاد، استاد، هلاک می شویم. او از خواب خسته به شمال و موجهای پرتلاطم فرمان داد و طوفان خاموش شده همه جا را آرامی فرا گرفت. سپس وی به شاگردانش گفت: ایمانتان کجاست؟ شاگردان ترسیدند و حیران مانده به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی به شمال و بحر فرمان می دهد و آنها به او اطاعت می کنند؟ بعد از این آنها به سرزمین جدریان که در روبروی ولایت جلیل واقع است آمده رسیدند. وقتی که عیسی به ساحل فرآمد، با مرد از اهل آن شهر روبرو شد که گرفتار جنها بود. او دیر باز لباس نمی پوشید و نه در خانه بلکه در قبرستان زندگی می کرد. همین که او عیسی را دید، داد و فغان کنان پیش پایهای او افتید و با آواز بلند گفت: ای عیسی، پسر خدای تعالی، تو با من چی کار داری؟ التماس میکنم مرا عذاب نده. او این را گفت چون که عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون برآید. در گذشته جن چندین بار آن مرد را عذاب میداد و هر چند جن زده را با زنجیر و بندها بسته نگاه می داشتند، مرد آنها را پاره پاره می کرد و جن او را به بیابان می برد. عیسی از او پرسید: نامت چیست؟ او گفت: لشکر، چون که جنهای بسیاری به درون آن مرد در آمده بودند. جنها از عیسی التماس می کردند که آنها را به غار بی پایان نفرستد. همانجا در بالای تپه گله کلان خوکها می چریدند. جنها عیسی را زاری و تولا کردند که به درون خوکها درآیند و او به آنها اجازت داد. جنها از آن مرد بیرون برآمده به درون خوکها در آمدند و گله دودوان خود را از تپه به بحر پرتافته غرق شد. خوکبانان این را دیده گریختند و این واقعه را در شهر و دیهات نقل کردند. مردم برای دیدن این واقعه برآمدند و به نزد عیسی آمده همان مردی را دیدند که جنها از او بیرون رفته بودند. وی در تن لباس داشت و با عقل سالم در پیش پای عیسی می نشست. همه را ترس فرا گرفت. شاهدان این واقعه به آدمان چگونه شفا یافتن جن زده را نقل کردند. بعد از این تمام مردم سرزمین جدریان از عیسی خواهش کردند که از پیش آنها برود، زیرا آنها را ترس و وهم فرا گرفته بود و او برای برگشتن باز به قایق سوار شد. مردی که جنها از او بیرون شده بودند التماس کرد که عیسی او را با خود برد، ولی عیسی او را جواب داده گفت: به خانه‌ات برگرد
و آنچه را که خدا برای تو کرده است نقل کن. او رفته در تمام شهر درباره آن کار بزرگی که عیسی برایش کرده بود اعلان کرد.